طلوع یک قهرمان، داستان محمد، طاها اسحاقی و پژواک یک نسل. درخشش یک مدال طلا، صدای هزاران دست که به هم می‌خورند. اما پشت این لحظه ظاهراً ساده، سفری بزرگ نهفته است. سفر نوجوان افغانستانی به نام محمد طاها اسحاقی که پیروزیش در شانگهی بازتابی از رؤیاها و رنج‌های یک نسل است. این مدال طلایی فقط یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه داستانی از استقامت و اراده است. داستان همه آنهایی که در غربت امید خود را از دست ندادند. در متن این داستان، طاها نوجوانی از قوم هزاره است که همراه خانواده‌اش در ایران زندگی می‌کند. او در جامعه‌ای رشد یافته که مهاجر بودن مساوی با محرومیت و تلاش مضاعف است. هر مدالی که به گردن می‌آویزد نه فقط گامی رو به جلو برای خودش، بلکه پیروزی بر موانع اجتماعی و سیاسی است که هم نسلان او را احاطه کرده است. به سال 2025 می‌رویم. شانگهای، شهری که میزبان 12مین دوره مسابقات قهرمانی ووشوی آسیاست. 300 ورزشکار از 28 کشور آماده‌اند تا هنر خود را به نمایش بگذارند. در میان آنها نوجوانی از افغانستان روی صحنه می‌آید. محمد طاها اسحاقی با تمرکز و ظرافت حرکاتش چشمها را خیره می‌کند. اجرای بی‌نقص او در بخش تای چی جین داوران را وادار می‌کند که مدال طلای مسابقه را به گردنش بیاویزند. او در فرم دیگری نیز مدال نقره می‌گیرد و امتیازی نزدیک به 9/2 کسب می‌کند. واکنش جمعیت به قدری شورانگیز است که داوران مجبور می‌شوند برای ادامه مسابقه از تماشاگران بخواهند ساکت شوند. این پیروزی پایانی بود بر انتظار طولانی ورزش افغانستان برای کسب مدالی طلایی در میادین ورزشی. از زمان تأسیس نخستین فدراسیون ورزشی افغانستان در سال 1923 چنین افتخاری در سطح آسیا به دست نیامده بود. طاها اکنون نماد یک امید تازه است. در حالی که اغلب اخبار افغانستان با جنگ و بحران گره خورده است، این نوجوان تصویر دیگری به جهان نشان داد. چهره‌ای از برتری، نظم و امید جوانان. اما این قصه تنها درباره یک رقابت نیست. پشت هر قهرمانی خانواده‌ای ایستاده که باور کرده است. گفته می شود طاها در محله مهاجرنشین گلشهر در مشهد بزرگ شده و خانواده‌اش همه تلاششان را صرف حمایت از او کردند. آنها زندگی ساده‌ای داشتند، اما با عشق و ایمان استعداد فرزندشان را پرورش دادند. راهی که طاها پیمود پر از سختی و کمبود بود. او تمرین را در سالن‌های محلی آغاز کرد، جایی که امکانات اندک بود و تهویه درست و حسابی وجود نداشت. بارها شکست خورد، اما هر شکست برایش درس جدیدی بود. او یاد گرفت که تسلیم نشود، یاد گرفت که هر مانعی میتواند سکوی پرش باشد. داستان طاها پنجره‌ای به زندگی پرپیچ و خم مهاجران افغان در ایران، جایی که کودکان با موانعی مانند مقررات پیچیده، فشار اقتصادی و گاه تبعیض مواجهند. در مقابل این چالش‌ها فرصت‌هایی نیز وجود داره. طاها نه به واسطه حمایت‌های رسمی، بلکه با تلاش خانواده و جامعه خود مسیری رو به جلو یافت. پس از پیروزی در شانگهای، موجی از شادی سراسر افغانستان رو فرا گرفت. طاها به محض بازگشت مورد استقبال مردم کشورش قرار گرفت. گفته می شود که حتی کمیته المپیک آسیا نیز او را به عنوان استعداد برتر معرفی کرده و برای ادامه تمرین‌هایش بوسیه‌ای در چین در نظر گرفته است. او اکنون نه تنها قهرمان آسیاست، بلکه الهام بخش نسل جدیدی از ورزشکاران افغانستانی هم شده است. برنامه‌های حمایتی برای کشف استعدادهای دیگر آغاز شده و خود او به نمادی تبدیل شده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی یک کودک می‌تواند آینده بسیاری را تغییر دهد. مسیر طاها به پایان نرسیده است. او نگاهش را به رقابت‌های جهانی و حتی بازی‌های المپیک جوانان دوخته و می‌خواهد قله‌های دیگری را فتح کند. بزرگترین دستاوردش شاید این باشد که باور یک ملت را تغییر داده است. این باور که افغانستان می‌تواند قهرمانانی جهانی داشته باشد. طاها اسحاقی فراتر از یک زندگی نامه ورزشی است. داستان اراده یک نسل است. او ثابت کرد که محدودیت‌ها مرز رویاها نیستند. مدالش سنگین است، به سنگینی تاریخ و فداکاری خانواده‌اش.
و در عین حال سبک است. به سبکی پرواز عقابی جوان که آسمان را تسخیر می کند. او به نسل خود یاد داد که با بالهای اراده می توان از فراز بلندترین موانع هم عبور کرد.